دولتی برای جمهوری تاجیکستان و ملت تمدنساز تاجیک دستاورد بزرگ تاریخی در آخرهای قرن 20 به حساب می رود. بدبختانه این صحنه تقدیرساز در ابتدای به دست آوردن برای دولت و ملت تاجیک در بنیاد و تحکیم شاخه‌های گوناگون حاکمیت دولتی دشواری‌های زیادی را به بار آورد. در آغاز این صحنه تقدیرساز و جشن فرخنده دولت و ملت با میانه‌روی و تاثیررسانی برخی از نیروهای بدخواه دولت و ملت کشور ما به گرداب جنگ شهروندی کشیده شد و آن باعث قربانی‌های عظیم جانی، خسارات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و معنوی گردیده همه پایه و رکنها و اساسهای دولتداری فلج شد و در سراسر کشور به قانونیتی و دیگر به سر و سامانی‌ها حکم فرما گردید. دشواری و نابسامانی‌های ابتدای سالهای 90 عصر گذشته در برابر دیگر ساحه‌های افضلیت‌ناک جامعه، ضرورت احیا، تشکل و رشد شاخه‌ای از همه مهم در برقرارسازی ترتیبات و امنیت جمعیتی، قانونیت، محافظت مرز و بوم و مظفریت‌های دولت و ملت، مقامات قدرتی مملکت را به میان گذاشت. زیرا در سالهای نابسامانی‌های جنگ شهروندی، شاخه‌های حاکمیت دولتی، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات، سود و پروکراتورا رو به فلج‌شوی آورده به حاکمیتی در تاجیکستان حکمران بود و محض در همان سالها مقامات حفظ حقوق و ترتیبات در اجرای وظیفه بواسطه و اساسی خود که اولا از حمایت قانونی حقوق مردم، تأمین نظم و ترتیبات قانونی و امنیت و ثبات دولت و ملت عبارت بود، با مشکلات مواجه شدند. در همین دوره‌های حساس و بسا مرکب تأسیس ارتش ملی در نوبت اول و احیا و تحکیم امکانات و اقتدار دیگر ساختارهای مقامات قدرتی مملکت، راهبر جوان و در سیاست نوازمود رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را برای در این سمت اندیشیدن چاره‌های ضروری وادار ساخت. بعد پاش خوردن اتحاد ابرقدرت شوروی، صرف نظر از آن که مملکت را وضع مرکب حربی، سیاسی یا خود مناقشه‌های داخلی فرا گرفته بود، در تاجیکستان تازه استقلال و تأسیس قواهای مسلح اقدام گرفته شد، ولی برای بنیاد آن در همان دور و زمان زمینه مادی و تکنیکی وجود نداشت و تشکیل ارتش ملی در زمینه خالی از صفر شروع شد. طوری که من بارها ابراز داشتم، ما ارتش ملی خود را در شرایطی تأسیس دادیم که ساده‌ترین واسطه‌های جنگی و عادی‌ترین شرایط زندگی برای خدمتچیان حربی وجود نداشت. 18 دکمبر سال 1992 از جانب پیشوای ملت امامعلی رحمان قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان درباره تأسیس قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان به امضا رسید و قواهای مسلح در زمینه فرانت خلقی و قواهایی که حکومت کنستیتوسیونی را جانبداری می‌کردند تأسیس داده شد. 23 فوریه سال 1994 در سالگرد نخستین ارتش ملی پرد حربی برگزار گردید و این روز رسما سنه تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اعلام کرده شد. Сегодня воины вооруженных сил и народ Республики Таджикистан празднуют первую годовщину создания армии независимого суверенного Таджикистана. گفته نماند که تا سالهای 1997 جزو تامهای نوتأسیس ارتش ملی مملکت بنابر وضع پیچیده حربی سیاسی در کشور برای برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی، تأمین نمودن صلح و ثبات و فراهم آوردن شرایط مساعد برای حیات آسایشته مردم به سنگرهای آتشگیر سفربر می‌گردیدند. تأسیس و تشکل قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که سرچشمه اش تلاش‌های بی‌سابقه و شب و روزی سرور دولت محترم امامعلی رحمان است، 3 مرحله: دوره تشکیل ابتدایی ارتش، تأسیس نوع‌های گوناگون قواهای مسلح و تحکیم و تقویت بخشیدن آمادگی جنگی جزو تام‌های آن را در بر می‌گیرد.
همین است که در عین حال در هیئت ارتش ملی 3 نوع قواهای مسلح، قشون‌های خشکیگر، قشون‌های زودعمل، قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی فعالیت داشته. علاوه بر این اصلاحات حربی در قواهای مسلح هنوز هم ادامه دارد. حکومت جمهوری تاجیکستان بهر مستحکم نمودن قابلیت مدافعی کشور، بلند برداشتن سطح آمادگی حربی، بهتر گرداندن شرایط مادی و تکنیکی و وضع اجتماعی خدمتچیان حربی غمخواری‌های پیوسته ظاهر می‌نماید. عموماً در دوام فعالیت و برد و باخت در قواهای مسلح از حساب افسران و سربازان هزارها نفر متخصصان ساحه‌های مختلف یراق و اسلحه از قبیل نشانگیر، سنایپرها، پاراشوتیستان، مینه‌جویان، تیراندازان، نشانگیر و رانندگان تکنیک‌های وزنی زیر هوش جنگی، هوانوردان حربی و دیگر اختصاص‌هایی که برای ارتش ملی تاجیکستان ضرورند آماده کرده شدند. امروز صف ارتش ملی اساساً از تعداد خط‌کنندگان دانشکده حربی وزارت مدافعه و اکادمیا و آموزشگاه‌های عالی حربی دولت‌های خارجی دور و نزدیک با افسران کسبی پوره گردانده شده است. تا این وقت از تعداد خط‌کنندگان دانشکده حربی که همساله نزدیک 200 نفر افسران کسبی آن را ختم می‌نمایند، حدود 3000 نفر به هیئت جزء تام‌های وزارت مدافعه و دیگر ساختار و مقامات قدرتی کشور شامل گردیدند. با دستگیری و هدایت‌های به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، همساله افسران و دانشجویان نظامی تاجیک و مؤسسه‌های تحصیلات حربی فدراسیون روسیه، جمهوری‌های قزاقستان، آذربایجان، هندوستان، جمهوری مردمی چین، بریتانیای کبیر، کانادا، جمهوری فدرالی آلمان، فرانسه و شتات‌های متحده امریکا بهر تحصیل، بازآموزی و بلند برداشتن ملکه کسبی فرستاده می‌شوند. تدبیرهای سریوقتی پیشوای ملت وابسته به تیار نمودن متخصصان در این مکتب‌های عالی امکان داد که صف نوع‌های قواهای مسلح جزو تام‌های وزارت مدافعه و دیگر ساختارهای قدرتی با افسران کسبی پوره گردانیده شوند. باید یادآور شد که محض با تلاش و تدبیرهای همیشگی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سالهای اول استقلالیت جزو تام‌های نوتأسیس قواهای مسلح که در پایگاه‌های مؤسسه‌های گوناگون دولتی از جمله مکتب و باغچه‌های بچگانه و دیگر بنا و انشاءات وزارت و اداره‌ها قرارگاه داشتند، وابسته به هدف و وظیفه‌های تأسیس و عهدهداری به تدریج از حدود پایتخت و از دیگر موضع‌های نزدیک منطقه‌های اهالی‌نشین برآورده شده در موضع‌های استراتژیک مملکت جایگیر کرده شدند. ناگفته نماند که این تدبیر نیز در تامین حیات آسایشته مردم، دور کردن ترس و هراس و از بین بردن حس ناباوری آنها در همان دور و زمان نقش بزرگ گذاشت. مسئله بهداشت شرایط خدمت در صف‌های قواهای مسلح مورد توجه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته. در سالهای صاحب استقلالی با این مقصد از جانب دولت و حکومت جمهوری کارهای زیادی عملی کرده شده است. در دوره‌های رشد و نموی ارتش ملی در گرنیزان‌های ختلان و سوخت، خاروخ، دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز بناهای معمولی و ستاد قسم‌های حربی، کمیسریات‌های حربی، خوابگاه‌های افسران و عسکران، صنفخانه‌های تعلیمی، انشاءات یاریرسان کمونالی، ایستگاه‌های دائمی برای نگهداری تکنیکای حربی و دیگر انشاءات ضروری نظامی در مدت کوتاه با صفت بلند، خراجات کمترین و مطابق به معیار حربی و طلبات حاضر زمان نظامی مورد استفاده قرار داده شده. فقط برای ساختمان بنا و انشاءات اهمیت حربی داشته از سال 1996 تا سال 2015 نزدیک 150 میلیون سامانی خرج گردیده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مراتبه‌های زیاد در گذشته‌های نظامی جزو تام‌های وزارت مدافع مملکت اشتراک کرده، مهارت و ملکه خدمتچیان این نهاد مدافعی را بهاگذاری کرده است. در برابر این پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 23 فوریه سال 2005 و 20 ایون سال 2014 از دانشکده حربی وزارت مدافعه
در شهر دوشنبه دیدن کرده بهداشت شرایط تعلیمی حربی را در این مؤسسه عالی در مرکز توجه پیوسته خویش قرار داده است. همچنین سرفرمانده عالی قواهای مسلح سرور دولت محترم امامعلی رحمان در رسم افتتاح بناهای نوی زمانوی ساختارهای وزارت مدافعه در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان و شهر و ناحیه‌های تابع مرکز و برگزاری مشق‌های نظامی در تمرینگاه‌های گوناگون مملکت اشتراک کرده با این عمل در هوسمندنمایی جوانان به خدمت حربی و تحکیم و توسعه بازه مادی و تکنیکی قواهای مسلح نقشی باسزا گذاشته است. عموماً قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان که زاده و پرورده دوران صاحب استقلالی مملکت میباشد در پرتو توجه، دستگیری و سختگیری های بیواسطه و پیوسته پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان رشد و تکامل یافته امروز به حامیان واقعی وطن و ملت و محافظان اصیل مظفریت های دولت جوان و صاحب استقلال تبدیل یافته‌اند. همچون سرفرمانده عالی قوای مسلح کشور باور دارم که هیئت شخصی و خدمتچیان حربی و کارمندان ساختارهای نظامی پیش از همه وزارت مدافعه کشور و مقامات امضای خود جواباً به دستگیری‌های پیوسته حکومت مملکت می‌باید نیست با هوشیاری و زیرکی به خلق وطن صادقانه خدمت می‌کنند و همچون حامیان با اعتماد وظیفه مقدس خود را برای حفظ تاجیکستان آزاد و صلح‌پرور و دستاوردهای استقلالیت نعمتی بزرگترین در حیات خلق تاجیک با احساس بلند وطن دوستی و جوان مردانه اجرا می‌نماید. با نظرداشت در سالهای اول صاحب استقلالی اوج گرفتن بینظامی و بی حاکمیتی، ریاست شورای عالی در سیمای رهبر دلسوز دولت و ملت امامعلی رحمان برای خلع سریوقتی سلاح و لوازمات جنگی در میان گروه‌های سلاح به دست، محافظت مرزهای دولت، بهبودی وضع اقتصادی آن و غیره، تشبث تحکیم اقتدار و امکانات و قوی گرداندن فعالیت روزمره وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی را پیش گرفت. با دستگیری و هدایت‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یک مدت کوتاه در همه شهر و ناحیه‌ها ساختار میلیسیا و کمیته دولتی امنیت ملی از نو تشکیل یافت و آنها با اسلحه و مهمات حربی تامین کرده شده صدها جوانان وطن دوست به صف این مقامات سفربر گردیدند. عموما سالهای 90 عصر گذشته برای میلیسیای تاجیک همچون یک مرحله حساس و نازک و سرنوشت‌ساز آغاز گردید. واقعا با دستگیری و غمخوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در قطار دیگر ساختارهای قدرتی و حفظ حقوق اینچنین در مقامات کارهای داخلی در این مدت تغییرات‌های خیلی زیاد به وجود آمد. بخش این تغییرات‌ها در تأسیس ساختارهای نو، یعنی شما میدونید که بعدی برآمدن از جنگ شهروندی وضع سیاسی ما خیلی ناجور بود. تمام فشنگ‌های ساحه‌های هم اقتصادی هم صنعت و هم اداره و ساختارهای دولتی خیلی کاهش یافته بودند و در این دوره ضروری با میان آمد که در تمام سمت‌های حیات باید که یک اصلاحات کلی گذرانده شود و واقعا هم دستگیری‌های غمخوری سرور دولت بود که ما در این مدت با قدم‌های قطعی در تمام سمت‌های حیات به پیش گذاشتیم. بخصوص در مقامات کارهای داخلی با تقاضای زمان که در آن شب و روزها بخصوص در سالهای 90 سطح جنایتکاری خیلی افزایش یافت، بخصوص جنایت‌های متشکلانه، گردش غیر قانونی مواد مخدر، بخصوص صادرشوی جنایت‌های وزنی از طرف گروه و دسته‌های مسلح جنایتکار در این زمینه اینچنین ریاستین برزه ضد گردش غیر قانونی مواد مخدر، ریاستین برزه ضد جنایت‌های متشکلانه تأسیس داده شد که ما با رنج و زحمت این ساختارها
سطح جنایتکاری کاهش یافته پیش راه صادرشوی جنایت‌های وزنین گرفته شد. در آن سالها کارمندان میلیتسیا در صف پیش مبارزه علیه گروه‌های جنایت‌پیشه قرار گرفته برای حفظ ترتیبات جمعیتی، پیشگیری عمل و کردارهای غیرقانونی و مبارزه با جنایتکاری شب و روز تلاش نمودند و امروز نیز این مسئولیت بزرگ را ادامه می‌دهند. در همان زمان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با تأسیس‌دهی ساختارهای مستقل خود در حفظ ترتیبات و بخطری جمعیتی، مبارزه ضد جنایتکاری و فراهم آوردن فضای آرام و آسایشته روزگار مردم نقش سزاوار گذاشت. محض با اقدامات بی‌واسطه امام علی رحمان در یک مدت کوتاه ساختار وزارت کارهای داخلی تکمیل داده شده. در هیئت آن ریاست‌های علاهیده مبارزه با جنایتکاری، دسته تعیینات مخصوص، خدمات و واحدهای مخصوص گردانیده شده، قشون‌های داخلی و دیگر ساختارهای مهم تأسیس یافت و برای آماده نمودن متخصصان ورزیده ساحه، اکادمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با فراگیری یک چند فاکولته‌های مطابق به طلبات دور و زمان تأسیس داده شد. امنیت دولت و ملت در سیاست صلح‌آفرین سرور دولت محترم امام علی رحمان مقام شایسته داشته. در پرتو این سیاست کارمندان وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان برای تأمین آرامی و ترتیبات جامعه سفربر کرده می شوند. از جانب وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در همبستگی با دیگر نهادهای قدرتی مملکت محو به ضرر گرداندن دهها گروه‌های متشکل جنایتی خفناک، قوه‌های ضد ساخت کنستیتوسیونی کنونی و دیگر گروه‌های جنایتی در حدود جمهوری به آخر است و در این راه تمام امکانات و اقتدار موجوده با مورد و مقصدناک استفاده می شوند. با وجود آنکه ما استقلالیت به دست آوردیم، این به آسانی به ما میسر نگردید، زیرا که در همین دوره باز گروه‌هایی بودند که می‌خواستند که وضع سیاسی ما را ناآرام و خلل‌دار سازند و با هر راه واسطه می‌خواستند در بین مردم یک تفریقه جدایی اندازی را راه اندازی نمایند. ولی خوشبختانه ما رنج و زحمت کارمندان مقامات حفظ حقوق، بخصوص کارمندان مقامات کارهای داخلی بود که پیش راه این تبدلات‌ها، این جنایت‌های وزنی گرفته شود. بخصوص در دوران استقلالیت برای برقرار کردن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و تحکیم استقلالیت بیش از 2000 نفر کارمندان مقامات کارهای داخلی جان خود را فدا کردند. بخصوص بعدی بی‌ضرر گردانیدن دسته‌های مسلحه جنایتکار، خصوصا در دوام 4-5 سال اخیر در فعالیت کارمندان میلیس یک اصلاحات کلی وارد گردید. در صورتی که وقتی که اینقدر غمخواری و دستگیری‌ها نسبت کارمندان مقامات کارهای داخلی ظاهر کرده می‌شود، از آنها طلب کرده می‌شود که انمی مسئولیت بلند خدمتی، انمی غمخوری‌ها و دستگیری‌های سرور دولت باید قدر کنند. رابطه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته برای تحکیم اقتدار و امکانات ساختارهای کارهای داخلی تدبیرهای ضروری می‌اندیشد. در نتیجه همین تلاش و تدبیرها بازه مادی و تکنیکی جزء تام‌های وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تحکیم یافته، مقامات میلیتسیا با مواصل‌ترین مهمات تکنیکی و نظامی و انشاءات ضروری خدمتی تأمین گردید. گفتن به مورد است که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان استراتژی اصلاحات میلیتسیا برای سالهای 2013-2020 تصدیق گردیده. در دایره آن باز هم بیشتر تغییرات کلی در ساحه مقامات کارهای داخلی پیش بینی و برای در عمل تطبیق نمودن استراتژی اصلاحات میلیتسیا عین زمان یک قطار کارهای زیادی عملی به انجام رسانده شده است. با دستگیری حکومت مملکت طول سالهای صاحب استقلالی، تخصیصی مادی و تکنیکی مقامات کارهای داخلی و همه ساختارهای آنها برای در سطح بلند کسبی اجرا نمودن وظیفه‌های خدمتی با تجهیزات و واسطه‌های معاصر تکنیکی، انشاءات زمانوی و متخصصان کسبی منتظم تحکیم بخشیده می‌شوند. قابل ذکر است که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان همچنین مؤسسه دولتی تعلیمی کالج میلیتسیا وزارت کارهای داخلی تأسیس یافته، در آن یتیمان و بی‌پرستاران، فرزندان بی‌سرپناه کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی به تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌شوند. در سالهای اول صاحب استقلالی دولت تاجیکستان، افسران و سربازان گواردیا
در برابر دیگر خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی در نگاه داشتن ترتیبات و قانونیت، برقرار نمودن ساخت کنستیتوسیونی، امنیت و تحکیم استقلالیت دولتی تاجیکستان اشتراک نموده ده‌ها نفر آنها هنگام اجرای وظیفه‌های خدمتی جان خود را قربان کردند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 26 آوار سال 2004 گواردیای پرزیدنتی به گواردیای ملی تبدیل داده شده. وظیفه و پرینسیپ‌های اساسی فعالیت، نشان و رمزهای فرق کننده اینچنین مسائل تامینات مادی و تکنیکی گواردیای ملی معین گردید و ساختار نوی تشکیلی و شتاتی و نامگذاری قسم‌های حربی آن تصدیق کرده شد. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره گواردیای ملی از 26 آوار سال 2004 و با تصویب رسیدن نظامنامه گواردیای ملی مقامات دولتی گواردیا را همچون ساختار مستقل و به واسطه تابع پرزیدنت رمز صاحب استقلالی تاجیکستان تصدیق کرده و همین مرحله نوی گزارش با فعالیت کسبی خدمتچیان حربی گواردیای ملی آغاز گردید. گواردیای ملی واحد مستقل حربی تعیینات مخصوص و به واسطه تابع پرزیدنت سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان بوده وظیفه‌های مخصوصاً مهم دولتی را به ذمه دارد. 18 نوامبر سال 2006 در مراسم به اجرای وظیفه شروع کردن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که بار نخست با تمام معیارهای حقوقی و تاریخی برگزار گردید، شرف برآوردن رمزهای دولتی تاجیکستان به ذمه هیئت شخصی گواردیای ملی واگذار شد که این شرف بزرگ را از فرمانده تا سرباز قطاری با افتخار و صداقت به جا آوردند. همچون پرزیدنت سوگند یاد میکنم که کنستیتوسیا و قانونهای جمهوری را حمایت می نمایم، تأمین حقوق، آزادی ها و شرف شهروندان را کفالت می دهم، سرزمین، استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ می کنم، به خلق صادقانه خدمت می نمایم. جهت هماهنگسازی فعالیت کلکتیوی در مبارزه بر ضد تروریسم بین‌المللی و اکستریمیسم، اینچنین سرقلب دادن مهارت و ملکه جنگی هیئت شخصی چه در حدود تاجیکستان و چه بیرون از آن با ساختارهای داخل کشورهای خارجی دور و نزدیک مشق‌های مشترک حربی گذرانده می‌شوند. در سال 2014-2015 سرور دولت محترم امام علی رحمان مراتب زیاد از خدمت‌های نظامی گواردیای ملی دیدن کرده با شرایط خدمت و توانایی و امکانات جزء و تام‌های این ساختار نظامی شناس شده است. 5 می سال 2000 مجلس تنتنه‌ای و افتخار 20 سالگی تأسیس‌یابی گواردیای ملی سخنرانی پرمحتوا داشت. سرچشمه دستاوردهای گواردیای ملی و موفقیت‌های آینده آن نتیجه خدمت شایسته هیئت شخصی و مهمتر از همه صداقت آنها به پرزیدنت، وطن و مردم شریف تاجیکستان است. در دوره استقلالیت دولتی با مقصد تحکیم فعالیت منبع حاکمیت دولتی، تأمین امنیت و ثبات، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروندان مملکت و تأمین اجرایش قانونگذاری‌های کشور، نقش پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان فعال گردانده شد و در همین زمینه فعالیت مقامات پروکراتور در اساس طلبات کنستیتوسیا تنظیم و به صفهای آن کادرهای بلند اختصاص سفربر گردیده در مسئله دفاع از تمامیت ارضی کشور
و مبارزه بر ضد جنایتکاری بخصوص جنایتکاری متشکرانه به طور قطعی پرزور کرده شد. ما خوب درک میکنیم که تامین ترتیبات حقوقی، تحکیم صلح و ثبات، مبارزه با جنایتکاری و پیشگیری همه گونه حقوق ویرانکنی که این ظهورات نامطلوب میتواند پایه‌های دولت را ضعیف گردانند، از فعالیت معتدل و منظم کارمندان مقامات حفظ حقوق و ساختارهای نظامی وابستگی مستقیم دارد. در قطار دیگر مقامات حفظ حقوق نهاد مهمی که به تشکل ارزش‌های دموکراتی جامعه نگرانیده شده، استواری وضع ترتیبات حقوقی، پیشگیری و آشکارکنی حقوق ویرانکنی‌ها و مبارزه با جنایتکاری از فعالیت معتدل آن نیز وابستگی عمیق دارد، مقامات پروکراتور میباشد. مقامات پروکراتور یکی از ساختارهای مهم نظام دولتداری به شمار رفته. وظیفه اساسی آنها تأمین ولایت قانون، تحکیم قانونیت و ترتیبات حقوقی با مقصد حفظ مستقلیت و صاحب اختیاری کشور، حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند، اساس‌های دموکراتی حاکمیت دولتی، وضع حقوقی مقامات محلی حاکمیت دولتی، مقامات خود اداره کنی محلی، دیگر مقامات دولتی، اتحادیه‌های جمعیتی، دینی، حزب‌های سیاسی و دیگر ساختارهای غیر دولتی عبارت است. در ساختار مقامات حفظ حقوق از جمله پروکراتور ژنرالی، سرپروکراتور حربی، پروکراتور ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها که بر اثر قانونشکنی‌های سال‌های 1992 ضعیف شده بودند، تغییرات جدی به عمل آمد و در شرایط استقلالیت دولتی دایره وظیفه و صلاحیت‌های مقامات پروکراتور برای تامین قانونیت خیلی وسیع شد. 29 اول سال 1994 بار اول بعد به دست آوردن صاحب استقلالی با دستگیری به واسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در اساس قرار ریاست شورای عالی جمهوری تاجیکستان، ساختار مقامات پروکراتور در هیئت راهبریت، ریاست و شعبه‌های دستگاه مرکزی، پروکراتورهای ولایتی، شهری و ناحیوی مخصوص گردانده شده و سرپروکراتور حربی با پروکراتورهای حربی گردیزان‌ها تصدیق کرده شد. با دست آوردن اشغالات کشور امکان داد که وظیفه‌های مقامات پروکراتور جمهوری تازه استقلال تاجیکستان با نظارت منفعت‌های ملی و وضع قانونی در خط کشور معین کرده شوند و با شرافت راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در طول این 10 سال برای فعالیت معتدل مقامات پروکراتور همه شرایط‌های حقوقی، مادی، تکنیکی و کادری مهیا کرده شدند و امروز مقامات پروکراتور توسط غمخوری سرای دولت هم از نیروی تشکیلی و حقوقی و هم از نیروی کادری امکانیت دارد که وظیفه‌های به عهده آن گذاشته شده را سربلندانه انجام دهد. در دایره همین دستگیری و توجهی به سابقه سرور دولت محترم امام علی رحمان بعداً در سالهای 1996 75 واحد کاری، 2010 15 و 2014 50 واحد کاری علاوگی به مقامات پروکراتور مملکت جدا کرده شد. در حیات این ساختار راهبریت 13 عدد ریاست شعبه‌های ساحوی، 3 پروکراتور ولایتی، 68 پروکراتور شهر ناحیه‌ای، پروکراتور مخصوص گردانده شده به نظارت اجرای قانون در مؤسسه‌های اصلاحی، همچنین سرپروکراتور حربی تصدیق کرده شدند که در اون دوره مقدار کارمندان مقامات پروکراتور 630 نفر را تشکیل میداد و بعدا نیز با ساختار مقامات پروکراتور با طلبات وظیفه‌های نوینی که در نزد آن گذاشته شده است و ساختارهای آن منتظم با فرمان جناب ولی تکمیل داده میشدند. آن با مقدار ضروری کارمندان همچنین با واسطه‌های نقلیات و دیگر شرایط کاری تامین کرده شد. قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره مبارزه بر ضد کروپسیا، درباره خدمت دولتی، درباره نظارت دولتی مالیوی در تاجیکستان، درباره بانک‌ها و فعالیت بانکی، کودکس اخلاق خدمتچی دولتی و با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق شدن استراتژی مقاومت با کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2013-2020 زمینه وسیع حقوقی را فراهم آورده مبارزه به امان را بر ضد این ظهورات نامطلوب در جامعه
از جانب اگنتی پرزور و کامل گردانیده است. اینچنین در اساس دستور هدایت‌های سروای دولت از دوره قبول کنونسیون سازمان ملل متحد ضد کروپسیا و تأسیس‌یابی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان با یک قطار سندهای معیاری حقوقی تغییر و علاوه‌های ضروری وارد گردیده آنها با طلبات امروزه مبارزه با کروپسیا موافق کرده شدند. در هر پیام سالانه به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضرورت مبارزه به امان را بر ضد کروپسیا تاکید می‌نمایند. قابل قید است که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از دوره تأسیس یابی تا به امروز به سمت فعالیت، ساختار و حیات شخصی مقامات مخصوص گردانده شده مبارزه برنده ضد کروپسیا در جمهوری دقت مخصوص می‌دهند. چنانچه از سال 2007 تا به امروز 6 مرتبه به فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 10 اول سال 2007 تغییر و علاوه‌ها وارد کرده شده. از این 5 مرتبه ساختار دستگاه مرکزی اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان تغییر داده شده است. در این جهت یکی از تغییرات بین‌نهایت مهم و سریع در نظام اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان این از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد پیشگیری کروپسیا همچون اصول ثمرناک تبدیل دادن ریاست پیشگیری کروپسیا به سر ریاست پیشگیری کروپسیا با زیاد نمودن واحدهای کاری می باشد. همه این و دیگر چاره‌بینی‌هایی که امروزها عملی کرده شده ایستادند ادامه کارهای سازندگی، آبادکاری و بنیادکاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده برای تامین آرامی جامعه، حیات آسوده و خرمی هر یک شهروند کشور و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند روانه گردند و به واسطه برای پس کردن سطح کروپسیا در جمهوری تاجیکستان منتظم برطرف نمودن مانع‌ها، فراهم آوردن شرایط برای رشد اقتصادیات، انکشاف ارزش‌های دموکراتی و بلند برداشتن نیکوحالی مردم روانه شدند. تاکید کردن به موارد است که در پرتو هدایت‌های پیوسته رهبر دولت مقامات اگنتی برای حفظ حقوق‌های کنستیتوسیونی شهروندان چاره‌های قطعی اندیشیده به حالت‌های شکنجه در مبارزه با حقوق و ویرانکنی‌های مأموری خصوصیت کروپسیانی داشته که از جانب شخصان منصبدار مقامات دولتی و تشکیلات و مؤسسه‌ها صادر کرده می‌شوند چاره‌های تغییرناپذیر اندیشیده می‌شوند. عموماً تأسیس اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان افاده اراده عالی سیاسی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میباشد که با نظرداشت مهمیت پرابلم‌های کروپسیا و مقاومت بر آن عملی گردانده شده است. این تشبث نوبتی ادامه منطقی کارهای سازندگی، بنیادکاری سرور دولت در راه پیشرفت و انکشاف اجتماعی، اقتصادی، تامین حیات آسایشته شهروندان تاجیکستان میباشد. از عزم و تلاش همه روزه و تدبیرهای راه اندازی نموده رهبرت اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان برمی‌آید که اگنتی مذکور در آینده نیز در عملی سازی سندهای معیاری حقوقی ضد کروپسیونی و دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای پیشگیری و مبارزه با کروپسیا که در تامین امنیت اقتصادی دولت مهم است تدبیرهای ضروری اندیشیده با این مقصد از واسطه و امکاناتی در اختیار داشته ثمرناک استفاده می‌نمایند و در همین زمینه شفافیت فعالیت خود را تامین کرده در مقاومت مجموعی ضد کروپسیونی پیوسته موفق می‌گردند. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان من بعد نیز در عملی‌سازی استانداردهای بین‌المللی و سندهای معیاری حقوقی ضد کروپسیونی اجرایش دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پیشگیری و مبارزه با کروپسیا اهمیت مخصوص داده از همه واسطه‌های امکانات‌های موجوده استفاده نموده مقاومت مجموعی را در این سمت پرزور نموده با این راه شفافیت فعالیت خود را تامین می‌گرداند. سیاسی جامعه بایگری اساسی دولت و ملت است. ظهورات نامطلوب جامعه معاصر از جمله نشأه‌مندی و نشأه‌جلبی از عامل‌هایی هستند که
به وضع صحتی جامعه تأثیری ناگوار می‌رسانند. در تاجیکستان برابر به دست آوردن استقلالیت دولتی، رهبریت دولت برای پیشگیری و از بین بردن این خطر مرگبار که برای انسانیت خطری بزرگ دارد، چاره‌های تغییرناپذیر راه اندازی نموده است. محض به همین خاطر و با در نظر داشت خطر جدی قاچاق مواد مخدر از همسایه کشور جمهوری اسلامی افغانستان، هماهنگسازی و نظارت فعالیت مقامات دولتی در ساحه معاملات مواد نشئه‌آور، مبارزه با معاملات غیرقانونی و سوء استفاده آنها، پیشگیری نشأه‌مندی آشکار، پیشگیری قطع و بازگشایی جنایت‌ها، اینچنین دیگر حقوق ویرانکنی‌هایی که وابسته به معاملات غیرقانونی مواد نشئه‌آور میباشند، گذراندن تحقیقات و تفتیشات پیشکی، اینچنین طبق ترتیب مقرر گردیده کافتکوب اشخاصی که جنایت‌های وابسته به معاملات غیرقانونی مواد نشئه‌دار صادر کردند، با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ماه ایون سال 1999 در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور تأسیس داده شد. مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر یکی از سمت‌های افضلیتناک فعالیت مقامات حفظ حقوق به شمار می‌رود. از سال 1994 تا 2013 از طرف کارمندان مقامات حفظ حقوق تاجیکستان 102 تانه و 191 کیلوگرم مواد مخدر، از جمله 32 تانه و 776 کیلوگرم گروئین و 36 تانه و 374 کیلوگرم افیون مصادره شد. تنها در 5 سال آخر بیش از 23 تانه و 500 کیلوگرم چنین مواد، از جمله 2.7 تانه گروئین مصادره کرده شده است. طبق خلاصه متخصصان، اگر مقدار تنها از سال 2000 این جانب مصادره شده این مواد مخدر از تاجیکستان بیرون میرفت، $43 میلیون نفر گرفتار بیماری نشأه‌مندی و همین قدر عائله ها بدبخت میشد. گفته نماند که محض با اقدام بی‌واسطه پیشوای ملت محترم به تقویت مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد مخدر به امضا رسید که مطابق آن کمیسیون دولتی جمهوری تاجیکستان عاید به نظارت مواد نشئه‌دار سازمان داده شده برنامه دولتی عاید به مبارزه با معاملات غیرقانونی مواد نشئه‌دار برای سالهای 1996 1998 تهیه و تصدیق گردید. ضرورت و عمومیت تأسیس اگنتی نظارت مواد نشئه‌آور از جانب سرور دوراندیش و غمخوار ملت محترم امامعلی رحمان به طور واضح احساس می‌گردد. برای مثال در سال 1991 در جمهوری تاجیکستان از معاملات غیرقانونی همگی 10 کیلوگرم و 910 گرم مواد مخدر از جمله 1 کیلوگرم و 900 گرم افیون مصادره شده بود و از روز تصویابی اگنتی باشد تا امروز با شرکت بی‌واسطه کارمندان آن در داخل و بیرون از جمهوری بیش از 35 تا مربوط به معاملات غیرقانونی مواد مخدر عبارت بود. در همین کنفرانس آن زمان فراگیر مسئله مهم سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار داشته بودند که هیچ یک فردی بناموس با فکر من با این حال مراسا کردن نمیتواند، زیرا این تمایل قوت گرفته ایستاده ننگی ملت است.
ناگفته نماند که تشکیل شوی اگنتی قبول سندهای معیاری حقوقی نو و وارد کردن تغییرات و الهه ها به سندهای موجوده را تقاضا میکرد و محض در سالهای اول تشکیلیابی اگنتی فرمانهای به امضا رسیده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق نظامنامه و ساختار اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و درباره تصدیق نظامنامه عاید به ادا و شرط‌های خدمت از جانب هیئت قطاری و رهبری کننده اگنتی نظارت مواد نشأه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اینچنین قانون جمهوری تاجیکستان درباره واسطه‌های نشأه‌آور، ماده‌های پسیخوتراپی و پرکورسورها و زمینه حقوقی آن اساس گذاشتند. در دوره از سال 1999 تا سال 2014 از جانب جمهوری تاجیکستان 17 سازشنامه بین حکومتی ضد مخدراتی به امضا رسیده. علاوه بر آن تاجیکستان اشتراکچی 11 سازشنامه کاری در ساحه مبارزه دارد. در دوام سالهای 1996 تا سال 2012 از جانب کمیسیون دولتی و بعداً از جانب اگنتی در یکجایی با وزارت‌ها و اداره‌ها، تشکیلات‌های بین‌المللی و جمعیتی 4 برنامه دولتی ملی تهیه و عملی گردانده شدند که سمت‌های اساسی مبارزه با معاملات غیرقانونی واسطه‌های نشأه‌آور، ماده‌های پسیخوتراپی و پرکورسورها، نظارت از بالای معاملات قانونی و پیشگیری و دیگر وزارت اداره‌های داخلدار، استراتژی ملی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2013-2020 را تهیه نموده که با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 13 فوریه سال 2013 تصدیق شده است. امکانیت و توانایی اگنتی در سالهای فعالیت با تشبث به واسطه پیشوای ملت تقویت یافته. امروز این نهاد مخصوص با متخصصان ورزیده، تجهیزات نو و زمانوی کاهش دادن خطر آفت‌های طبیعی، پیشگیری آنها و محافظت مردم آسایشته تاجیکستان و مال و اموال آنها از مسائل‌های میباشند که در سیاست آینده سازی سرور دولت محترم امامعلی رحمان در راه تامین آرامی و آسایشتگی ساکنان مملکت نقش کلیدی دارد. از تحلیل معلومات‌ها برمی‌آید که در دوره سال‌های 1997-2013 در جمهوری 3169 حالت فوق‌العاده طبیعی به عمل آمده است که بر اثر آنها 1003 نفر جان خود را از دست داده، خسارات اقتصادی از آنها رسیده به 1 میلیارد و 845 میلیون و 182 هزار سامانی برابر می باشد. موافق این تحلیل ها در یک سال 187 آفت طبیعی در حدود جمهوری روی می دهد که بر اثر آنها در یک سال 59 نفر به هلاکت می رسد. حفظ اهالی و قلمرو مملکت از حالتهای فوق‌العاده و سالهای نخستین صاحب استقلالی رهبریت دولت را برای اندیشیدن چاره‌های سریع و تغییرناپذیر وادار نمود. از نخستین اقدام‌هایی که پیشوای ملت در همین اساس پیشه کار کرد، این در سال 1994 در زمینه ستاد مدافعه گرجدنی تأسیس دادن کمیته حالتهای فوق‌العاده و کارهای مدافعه گرجدنی همچون مقام هماهنگساز محسوب می‌گردد. در برابر تأسیس دیگر ساختارها در کمیته حالتهای فوق‌العاده و کارهای مدافعه گرجدنی هنوز سالهای اول تأسیس‌یابی نواسطه به آن که در کشور وضع سیاسی ناآرام بود، با کوشش و تلاش‌های به‌واسطه رهبر دولت محترم امامعلی رحمان تشکیل ساختار اشتراطی، تأمینات مادی و تکنیکی
و پورگردانی صف کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گنجدنی با متخصصان کسبی شروع گردید. سال 1999 با مقصد فراختر گرداندن دایره فعالیت کمیته آن به وزارت حالتهای فوق‌العاده و مدافع گنجدنی جمهوری تاجیکستان تبدیل داده شد و در سال 2006 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وزارت حالتهای فوق‌العاده و مدافع گنجدنی از نو همچون کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گنجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردید. محض با تدبیرهای انسان پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان کمیسیون دولتی عاید به حالتهای فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده در سطح جمهوریوی، ولایتی، شهری و ناحیوی همچون هماهنگساز اداره‌کنی قوه و واسطه‌ها، ذخیره‌های مالیوی و منبع‌های مادی، سیستم علاقه و خبردارکنی و تامین اطلاعاتی در همه گونه حالتهای فوق‌العاده نقش خود را می‌گذارد. نتیجه های کار این مقامات ثابت می‌سازند که توجه و غمخواری به این ساحه و همه‌جانبه دستگیری نمودن آن محور سیاست بشردوستانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را تشکیل می‌دهد. همین سیاست است که هنگام رخ می‌رسد. دهشت آفت‌های طبیعی سال‌های اخیر را در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان، ولایت‌های سغد و ختلان و نواحی تابع مرکز همگان خوب در یاد دارند. تدبیرهای رساندن یاری‌های اولین، تامین بخطری مردم، بنیاد منزل‌های نوی اقامتی و رساندن کمک‌های پولی و مالی به زایندگان محض از راهنمایی و توجه خاصه سرور دولت سرچشمه گرفته مردم را به ادامه حیات آسایشته دلگرم ساخته است. از حساب دولت و حکومت تاجیکستان بنیاد میکنیم هر یک عائله ضرر دیده از سوزن ریشته سر کرده، چنانچه که تاجیکان میگویند تمام اسباب و انجام روزگارشان قطعی تامین کرده با سر لباس کودکان و کلانسالانشان با تمام اسباب و انجام با آنها تقدیم میکنیم. تاکید کردن به موارد است که در جمهوری تاجیکستان وابسته به آموزش و آموده نمودن همه طبقه های اهالی به حالتهای فوق‌العاده و مدافع گنجدنی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره مدافع گنجدنی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اهالی و حدود از حالتهای فوق‌العاده دارای خصوصیت طبیعی و تکنوگنی و قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره قاعده‌های آماده‌سازی اهالی در ساحه حفظ اهالی از حالتهای فوق‌العاده دارای خصوصیت‌های طبیعی و تکنوگنی قبول شده و تطبیق می‌گردند که همه این سند و معیارهای حقوقی محض به خاطر حفظ مردم و قلمرو مملکت از خطر آفت‌های طبیعی به تصویب رسیدند. پس از پاشخوری اتحاد شوروی، انشاءات گمرکی و متخصصان ساحه گمرک بیرون از حدود جمهوری ما مانده. تنها یک دیدبانگاه گمرکی نزدیک سرحدی 5 پایان با زیاده از 2350 کیلومتر سرحدات معمولی سابق جمهوری اتحاد شوروی به اختیار جمهوری تاجیکستان واگذار شد. خوف و خطر قواهای مسلح داخلی و بیرونه از بین رفته بود و گروه‌های متشکل می‌خواستند که مال و محصولات را به رسمیت دراری گمرکی توسط سرحد گمرکی انتقال دهند. در همین لحظه‌های دشوار نوبسته از وزینی‌های سیاسی و اقتصادی و درگیری‌های منفعت جویانه و جدایی خواهانه با دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گمرک تاجیکستان تشکل یافت. با نظرداشت آنکه پیشوای ملت محترم مبارزه بر ضد حقوق و ایران‌کنی‌های گمرکی و گردش غیرقانونی مواد مخدر، حفظ ثروت‌های مادی و فرهنگی، تحکیم سیاست تجارت خارجی و غنی گرداندن بودجه جمهوری گذاشته شد. مقامات گمرک در دوره ارز هستی نمود که
جمهوری تاجیکستان مرحله حساس تاریخی را از سر می‌گذرانید. مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه را فرا گرفته، بعضی ساختارها فلج گشته بودند و در چنین دوره حساس‌ترین انکشاف تاریخ دولتداری تاجیکستان جامعه جهانی گذراندن اصلاحات اقتصادی و ساختاری حکومت و با در نظر داشت رشد اقتصادیات کشور ضرورت تهیه سندهای حقوقی معیاری نوی تنظیم کننده فعالیت مقامات گمرک پیش آمد و ماه نوامبر سال 1995 از جانب مقامات قانونبراری مملکت کودکس گمرک جمهوری تاجیکستان در تحریر نو و قانون جمهوری تاجیکستان درباره تعریف گمرکی قبول گردید.